داستان خوشبخت‌ترین آدم. پادشاهی پس از اینکه بیمار شد گفت نصف قلمرو پادشاهیم را به کسی می‌دهم که بتواند مرا معالجه کند. تمام آدم‌های دانا دور هم جمع شدند تا ببینن چطور میتونن شاه رو معالجه کنن. اما هیچ یک راه حلی پیدا نکردند. تنها یکی از مردان دانا گفت که فکر میکنم میتونم شاه رو معالجه کنم. اون گفت اگر یه آدم خوشبخت پیدا کنید و پیراهنش رو بردارید و تن شاه کنید، شاه معالجه میشه. شاه پیکاش رو برای پیدا کردن یه آدم خوشبخت فرستاد. آنها در سراسر مملکت سفر کردند ولی نتونستن آدم خوشبختی پیدا کنن. حتی یک نفر پیدا نشد که کاملا راضی باشه. اون که ثروت داشت بیمار بود، اون که سالم بود در فقر دست و پا می‌زد. یا اگر سالم بود و ثروتمند بود زن و زندگی بدی داشت، یا اگر فرزندی داشت فرزندانش بد بودن. خلاصه هر آدمی چیزی داشت که از اون گله و شکایت کنه. آخرهای یک شب پسر شاه از کنار کلبه محقر و فقیرانه رد می شد که شنید یک نفر این جملات را می گوید: شکر خدا که کارم را تمام کردم، سیر و پر غذا خوردم، میتونم دراز بکشم و بخوابم. چه چیز دیگری میتونم بخوام از خدا؟ پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیرن مرد رو بگیرند و پیش شاه بیارند و به مرد هم هر قدر که بخواد پول بدن. پیکا برای بیرون آوردن پیراهن مرد به داخل کلبه رفتند، اما مرد خوشبخت آنقدر فقیر بود که پیراهن نداشت.